یک توافق تاریخی. عبور ظریف ایران از گردنه لوزان. دیپلماسی خندید. فوردو به کار خود ادامه میدهد. کارش چی بود فوردو؟ بعد بهش میرسیم؟ باش. فوردو هم بعد بهش میرسیم. و اینجا هم چی؟ اطمینان به شیطان ممنوع. اسب زین شده را دادیم، افسار پاره تحویل. سلام. بعد از کلی برو و بیا و عکس بگیر و بخند و اخ کن و قدم زن و نشستن، بالاخره از توی اتاق جلسه مذاکرات در این هتل در لوزان سوئیس 2 صفحه بیانیه مشترک در اومده. 2 تا ورق آچار که یه نسخش به انگلیسی بوده، یه نسخش به فارسی بوده و اولش هم قرار بود که این 2 تا عین هم باشن. As our tradition has been, I will read the same statement that Mrs. to you in English in Farsi. It will be the same statement. You don't need interpretation. بله. بیانیه رو هم به انگلیسی خوندن و هم به فارسی و آخرش هم به دست زورکی هم زدن. ولی درست از همون لحظه‌ای که اینا داشتن دست می‌زدن که دیگه برن بخوابن، اختلافات شروع شد که این چیزی که اینا خوندن بالاخره چی بود؟ پیروزی بود، شکست بود، جام زهر بود، عسل بود، چی بود؟ هنوز 60 ثانیه نگذشته بود که توی همون کانالی که داشت به طور مستقیم همین صحنه رو نشون میداد، سرگردونی شروع شد. توی همون کانالا بلافاصله بعد از خوندن بیانیه نگاه کنید. خب به صورت زنده و مستقیم از لوزان سوئیس دیدید متن بیانیه‌ای که قرائت شده توسط آقای دکتر ظریف. تحلیل از این بیانیه چیه؟ اولا من به نظرم میاد نوع بیانیه ها متفاوت بود، یعنی ما نمیدونیم آنچه که رئیس شورای سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح کرد اون بیانیه است یا آنچه که دکتر ظریف مطرح کردن. آقای ظریف اعلام کردن که من اون بیانیه رو میخوام فارسی برای شما. خب میدونم این که خیلی تفاوت داره، یعنی خیلی از چیزایی که دکتر ظریف مطرح کردن از طرف کمیسر سیاست خارجی اتحادیه اروپا مطرح نشد. بعد تازه به جز این 2 تا بیانیه هنوز ظریف خوندنش تموم نشده بود که آمریکایی‌ها یک متن دیگه گذاشتن روی سایتشون. هنوز امضای توافقنامه و هنوز قرائت آقای ظریف تمام نشده بود که آمریکایی‌ها نقض کردن، گفتن ما یه برداشت دیگه ای داریم. حالا به جز برداشت آمریکایی‌ها از این بیانیه که بهش میگن فکت شیت، یک فکت شیت هم وزارت خارجه آخوندها گذاشت روی سایتش. حالا ببینیم که اون داستانش چیه. حالا در مورد فکت شیت‌ها صحبت کردید، اگه موافق باشید راجع به اون صحبت بکنیم. در متنی که به عنوان فکت شیت ایرانی، هیچ فکت شیت ایرانی وجود نداره. پس اون چیزی که منتشر شد از طرف وزارت خارجه چیزی رو منتشر نکرده. چند تا از دوستان ما یک رشته دستاوردهای ما از این مذاکرات رو نوشتن. آها، چند تا از دوستان یه سری دستاورده منتشر کردن. حالا احتمالاً دیگه دفتر همراهشون نبوده، تو سایت وزارت خارجه نوشتن. رسمی که نیست. فقط چیزی که هست الان 4 نوع توافق مختلف وجود داره که این دیگه یک فضایی ایجاد میکنه که تو نظام حداقل حسابی گیج بازار رو انداخته. دیشب هم خانم موگرینی هنگام قرائت بیانیه مشترک گفت در صورت لزوم قطعنامه درباره لغو تحریم‌ها در شورای امنیت صادر میشه، اما آقای ظریف دقایقی بعد حرفی از در صورت لزوم نزد. درباره بحث لغو یا تعلیق تحریم‌ها هم حرفای آمریکایی‌ها با تاکیدات تیم ایران متفاوت هست. سوالی که من دارم اینه که در واقع این یک اختلاف برداشته. آقا بالاخره از میون این همه ابهام و سوال حرف اصلیتون کدوم یکی بود؟ تنها چیزی که صادر شده بیانیه که من و خانم موگرینی خوندیم که کلیه. بیانیه کلی صادر کردی؟ تو که با این کار زدی ولی فقیه رو لگدمال کردی. این مردنی گفته بود که کلی نمیپسنده که. چی شد پس؟ این حرفی هم که حالا در دهنها انسان میشنوه که میگن که در یک برهه‌ای درباره اصول کلی توافق کنیم بعد درباره جزئیات، اینم بنده نمیپسندم. اینو من نمیپسندم. حالا میپسندی یا نمیپسندی دیگه ظاهرا اونایی که تو مذاکره بودن پسند تو رو گذاشته بودن بیرون در رفته بودن تو.
نمیدونم ما بذار خوش یه سوالی بکنیم. مذاکرات سنگینی بلا انقطاع بود دیگه. این 9 ساعت این 9 ساعت تقریبا من از رو صندلیم فقط برای اینکه بعضی وقتا خسته شدم دور اتاق یه بار مثلا راه رفتم یا بلند میشدیم یه قهوه‌ای آبی چیزی برداریم، من از اتاق بیرون نرفتم در این 9 ساعت. حالا اونای دیگه ظاهرا 2-3 تا تلفن داشت آقای کری، از اتاق چند بار بیرون رفت، شاید احتیاجات دیگه‌ای داشت از اتاق بیرون رفت. هیئت ما نماز و نهار شام و نمازمون رو خونده بودیم رفتیم مذاکره. ببین حالا 9 ساعت نشستی اونجا گپ زدی، آخرش به چی رسیدی؟ این متن توافق شده نیست یا این متن حقوقی نیست. اونجوری که آقای عراقچی یکی دو بار گفته چک نویسه. ببینید بیانیه مطبوعاتی که الزام آور نیست. رفتی یک چک نویس در آوردی که توش مثل چمنزن از رو خط سرخ‌های ولی فقیه رفتی اومدی. بعد برای اینکه کسی هم چیزی بهت نگه میگی الزام آور نیست. اون وقت انتظار داری تو مجلس بهت کیک و شیرینی بدن؟ رهبر انقلاب فرمودن توافق نباید همراه با ابهام باشه، باید شفاف باشه تا دبه نکنن. رهبر انقلاب فرمودن تحریم ها باید به یک باره برداشته بشه. این در متن مذاکراته، نه جزو نتایج مذاکرات. اما در این توافقنامه باز مجددا وعده سرخرمن دادن. آقای ظریف دیشب تو تلویزیون میگن هنوز هیچ چیز توافق نشده، هیچ چیز الزام آور نیست. خب برادر من این جشن و سرورتون برای چیه؟ چرا ملت سر کار میذارید؟ اگه هیچ چیز الزام آور نیست چه پیروزی، چه تبریکی. دولت خودش داره به خودش تبریک میگه، آقای ظریف به آقای روحانی تبریک میگه، آقای روحانی به آقای ظریف تبریک میگه. خب حالا بریم سراغ خود این چک نویس که ببینیم که ظریف چی برای نظام سوغات آورده. بذار اول از فوردو شروع کنیم. فوردو رو چیکار کردی؟ بحثی از بسته شدن فوردو نیست و 1000 سانتریفیوژ، متجاوز از 1000 سانتریفیوژ با تمام تأسیسات در فوردو باقی خواهد ماند که از این 1000 سانتریفیوژ 2 زنجیره بدون مواد هسته‌ای کار خواهد کرد. بذار یه لحظه چی شد؟ 1000 سانتریفیوژ بدون مواد هسته‌ای کار میکنه؟ پس چی کار میکنه؟ باش آب میوه میگیرن؟ خب اگر اینطوریه ما هم سانتریفیوژ داریم. اون سانتریفیوژ ما رو بیار. اینا قشنگ سانتریفیوژ داریم، دور تون داره، دور کن داره، خیلی باحال هم هست. پرتقال میندازی از بالا توش، از این ورش هم رانی میده بیرون. دیگه سانتریفیوژ آیاروان برای چیته؟ الان با توجه به اینکه الان گفته میشه تو فوردو نه گازی به سانتریفیوژ تزریق میشه، نه در این مکان مواد شکاف‌پذیر وجود خب بله، قرار چه تحقیقاتی چه کار انجام بشه؟ تحقیقات در مورد حوزه‌های دیگه است. ببینید ما نیمی از فوردو رو این سانتریفیوژها رو داریم، در نیم دیگه فوردو پیشرفته ترین ماشین ها رو میاریم. یه بحثی هست، بحث ایزوتوپ های پایدار که مصارف ویژه پزشکی داره. قرار شده با همکاری بین‌المللی ما اونجا ایزوتوپ پایدار درست کنیم. من این چیزا رو چون میگم بازم بلد نیستم، بذارید آقای دکتر صالحی توضیح بدن. اما اون 1000 سانتریفیوژ اون 1000 سانتریفیوژ اونجا هست. اون 1000 سانتریفیوژ برای این است که ما خیال خودمون راحت باشه که تأسیساتمون وجود داره. بابا جونت بالا بیاد، بگو فوردو رو کردیم انبار سانتریفیوژ، خودتو خلاص کن دیگه. تحقیقات چه کشکیه؟ نظام میلیارد خرج کرده، تو دل کوه 200 متر تونل کنده که بعد بری اون تهش آزمایش پزشکی بکنی؟ خب آزمایش پزشکی رو برد تو دانشگاه تهران بکن، قشنگ پنجره داره، نور میاد. مخت مگه هنگ کرده؟ فوردو تکیه میکنن چون غیر قابل دسترسی است برای اونها. میگن شما جایی که ما نمیتوانیم به اون ضربه بزنیم نباید داشته باشید. این خنده آور نیست؟ والله خنده آوره. برو ببین تیویریشو خودت تا 5 دقیقه قبل از خوندن بیانیه داشت چی پخش میکرد. اون وقت میفهمی که برای تو یکی گریه آوره. بیان عزیز توجه کنید، 5 دقیقه قبل از اینکه ظریف بیاد پشت تریبون، تیویریش هم برای اینکه وقتش رو پر کنه داشت این گزارش رو پخش میکرد. گزارشی از دستاوردهای هسته‌ای نظام در 12 سال گذشته. درخت فناوری هسته‌ای در تحریم مطلق با حملات سایبری به تأسیسات اتمی سال به سال قد کشید و ثمر داد. سال 87 به 6000 سانتریفیوژ رسید. 88 میله‌های راکتور قرار گرفت. 89 از سانتریفیوژهای نسل سوم رونمایی شد. سال 90 به غنیسازی 20% اورانیوم دست یافتیم و سال 91 صفحات سوخت تماماً ایرانی به راکتور تهران تحویل داده شد. ولی بعد از خوندن بیانیه فهمیدن که درخت فناوری هسته‌ای نظام از وسط اره شده و دیگه این گزارش هم دیلیت کردن که فراموش بشه.
غنیسازی 20% کجا بود؟ ما در توافقنامه سوئیس از توافقنامه ژنو هم بیشتر عقب نشینی کردیم. در ژنو از 20% ما رو رسوندن به غنیسازی 5%، گفتن پیروزی بزرگه. در توافقنامه سوئیس غنیسازی 5% رو رسوندن به 3.5%. خیلی متشکرم. بله، صنعت هسته‌ای بالاخره 3.5% رو داره. حالا اینکه تقریبا به درد هیچ کاری نمیخوره بماند. اما فقط میخوام بدونم از اون چارچوبی که ولی فقیه برای مذاکرات تعیین کرده بود، کدوم چوبش بالاخره باقی موند؟ هدف اونها این است که جمهوری اسلامی رو در باب ظرفیت غنیسازی مثلا، حالا که یکی از مسائله، به 10,000 سو راضی کنن. مثلا حدود 10,000 سانتریفیوژ همین قدیمی هایی که از قبل داشتیم و داریم. هدف اونا اینه. مسئولین ما میگن ما به 190,000 سو احتیاج داریم. ما این نیاز قطعی کشور است. خب باید نیاز کشور تامین بشه. خب آقا از این 190,000 سوی درخواستی ولی فقیه چند سو الان برای نظام باقی مونده؟ اینو بگو. بودین که بخش اول فرمودی که ما الان نیاز بیشتر این 190,000 سویی که پس صحبتش رو 190,000 سو زمانیه که ما بخوایم تولید سوخت بوشهر رو بکنیم. برای اینکه تولید، بازم این حرفا چیزایی که آقای دکتر صالحی باید بیان توضیح بدن. چرا هر وقت گیر میکنی فیلت یاد صالحی میفته؟ بابا سوال مشخص درباره فرمایشات عظماست. اینا یه روندیه. تا اون زمان ما باید این در کی به 190,000 سو میرسه؟ اونا رو بعد آقای دکتر صالحی واسه شما توضیح میدن. ببین مگه داری بچی گول میزنی؟ ببین تون جواب بده، وقت اضافی هم نداری. سر ذخایر اورانیوم چیکار کردی؟ ما روزی که توافق ژنو رو کردیم 8,000 کیلو داشتیم. سالی 2,000 کیلو هم تولید میکنیم که اونو در توافق ژنو توافق کرده بودیم که میزان ذخایرمون رو همون اندازه حفظ بکنیم. الان این ذخایر، حالا بازم اینا رو بهتره که خود آقای دکتر صالحی توضیح بدن. گرفتم. راکتور آب سنگین عراق چی شد؟ راکتور تحقیقاتی پیشرفته آب سنگین در عراق با همکاری مشترک بین المللی بازطراحی و نوسازی خواهد شد، به گونه‌ای که پلوتونیوم با قابلیت تسلیحاتی در آن تولید نگردد. اگر توش پلوتونیوم تولید نکنی، هسته مرکزیش هم در بیاری، پس دیگه میخوای توش چیکار کنی؟ استخر سرپوشیده برای مسابقات شنا می‌خواستی که دیگه این همه مخفی کاری نمی‌خواست. ببینید ما تو دنیا روند تکنولوژی به یه سمتی میره که اینا بازم بهتر آقای دکتر صالحی بیان توضیح بدن. این یه بحث علمیه. یعنی اینکه ما راکتور آب سنگین رو چرا رفتیم سراغش؟ به خاطر اینکه این رو بلد بودیم. حالا اگر در دنیا هم بیان با همکاری بین المللی، بازم میگم اینا چیزایی که آقای دکتر صالحی باید بگه. حضور دکتر صالحی دیگه فکر کنم ضروری شد در نگاه یک. تو که میگی صالحی چرا پس اون روز که کنارت نشسته بود یک میکروفون هم جلوش نذاشته بودی که صحبت کنه؟ بیا اینم صالحی بخ کرده که انگار لالمونی گرفته. احساس میکنم انشالله در نهایت، چون هنوز ما در آغاز راهیم و این رو همه دوستان ما باید بهش توجه داشته باشن، ما در آغاز راهیم. خب ببین ظریف خیلی وقت گرفتی. حالا اگر بخوای جمع بزنی ته خط این توافقی که کردید بر اساس چه دیدگاهی بود؟ بر اساس یک دیدگاه مبتنی بر بازی برد در روابط بین الملل هست. برد 20 سال پول ریختی تو پروژه هسته‌ای، 300 میلیارد دلار، هی جشن هسته‌ای گرفتی، این همه تحریم شدی و به خاطرش مملکت رو داغون کردی که آخرش همش که جمع شد بگی برد. بازی برد. کدوم بازی برد؟ کدوم بازی؟ توی این بازی که ما تا الان دیدیم اگر همینطوری پیش برن یعنی رفتار هسته‌ایشون رو باید تغییر بدن. حالا میخوان اسمش رو جام زهر نذارن، بذارن تغییر رفتار. ولی اینکه این تغییر رفتار به کجا میانجامه رو دیگه ما نمیگیم، خود سیدعلی خواهد گفت. ما قبلش با شما خداحافظی میکنیم. گاهی میگن ما تغییر نظام رو نمیخوایم، تغییر رفتار رو میخوایم. تغییر رفتار با تغییر نظام هیچ تفاوتی نداره، درست همونه.